سلام زبان‌آموزان، نام اسدی و این زبان‌آموز و امروز ما با شما فرق بین کلمه های کامپلیمنت و کامپلیمنت رو می‌آموزیم، یعنی کامپلیمنت با حرف I و کامپلیمنت با حرف E. کامپلیمنت با حرف E در زبان تاجیکی همچون تعریف کردن ترجمه می‌شود. Give me compliments. I said give me compliments. He was complimented by his teacher for his excellent homework. و از طرف معلمش برای وظیفه خانگی بهترینش تعریف کرده شد. یا اینکه why don't you compliment me؟ برای چی تو مرا تعریف نمیکنی؟ و کامپلیمنت با حرف E وای ترجمه میشد همچون پورا کردن یا اینکه علاوه کردن، چیزی علاوگی. مثلا the ketchup Heinz is a good compliment for your food. کچوپ هینز یک علاوه خوب برای خوراک شماست. یعنی که the tie is a good compliment for your suit. یک گالستوک یا گردنبند برای کاستوم تو علاوه خوب می شود. و این بود فرق بین کامپلیمنت و کامپلیمنت. با زبان‌آموز باشید. بای.